سلام بچه‌ها. خب ما امروز اومدیم با سوال جواب. مدلش هم کدوم ترجیح میدیه که الان میریم سواله کلی جنجالی و خفن رو بپرسیم از هم دیگه. جفتمون هم باید جواب بدیم. خب ترجیح میدی به همه زبان‌ها مسلط باشی یا در نواختن همه سازهای حرفه‌ای باشی؟ ترجیح میدی کشتی شخصی داشته باشی یا هواپیمای شخصی. ترجیح میدی یک روز از نوزادی که گریه میکنه نگهداری کنی یا یک مهمان ناخواسته برای یک هفته داشته باشی؟ بله که بپرس یادم رفت. ترجیح میدی یک روز فقط از یک نوزادی که خیلی گریه میکنه نگهداری کنی یا از یک مهمان ناخواسته ای که برای یک هفته بیاد خونت؟ نوزاد. منم نوزاد یه هفته. آره. تو هم تحمل نمی‌کنی. خب بریم ببینیم چه سوالایی میتونم بیارم. من ترجیح میدی پروازت 8 ساعت تاخیر داشته باشه؟ یه خورده صدای پشت صحنه. عالی. ترجیح میدی پروازت 8 ساعت تاخیر داشته باشه یا چمدون خودت رو گم کنی؟ 8 ساعت تاخیر. مخصوصا اگه مثلا چیز باشه ها بین پروازی هستش، مثلا فکر کنم بخوای بری عمان تو استانبولی، آره. بعد اونجا 8 ساعت تاخیر داشته باشه میگردی. آره. این جواب. ما سوالا رو باید ببینیم کدوم میخوایم انتخاب کنیم، خود یکم طول آره میشه. ترجیح میدی در یک فیلم هیجانی اکشن بازی کنی یا یک کمدی رمانتیک؟ اکشن. من نمیدونم. بگم کمدی رمانتیک. نه خب اکشن هیجانی نه حال میده، اکشن داشته باشه هیجانی هم باشه. اگه کمدی نبود رمانتیک بود رمانتیک انتخاب می‌کردم. ترجیح میدی رئیس جمهور باشی یا ستاره سینما؟ ستاره سینما. بستگی داره کجا رئیس جمهور کجا. آره خیلی مهمه. اینجا مثلا به درد نمیخوره ولی مثلا اون بر باشه طبیعتا. این بد بود، سوال خیلی بد بود، نمیدونم. برو بیا هم نمی‌کنم. خیلی بده. معلومه خب رئیس جمهور. میتونید تو کامنت ها حدس بزنید چی؟ آیا ترجیح میدید که 10 تا فرزند داشته باشید یا اصلا هیچی نداشته باشید؟ 10 تا. من 10 تا. چون من در اون حد باید واقعا چی میگن رفاهو بتونی آماده کنی برای بچه‌ای که حالا چه یه دونه چه بیشتر. بعد من تعداد بالا بچه من اصلا میکنم بچه خیلی دوست دارم. آیا ترجیح میدی شریک زندگیتان یک دوست صمیمی مزاحم داشته باشه یا یک دوست سابق ترسناک؟ سابق ترسناک. آره یه گذشته شده دیگه ماشه. بپرسم؟ بله. بچه شما هم ترجیحاتتون رو بگید. بالو نداره؟ نه. اسکرین گرفتم. آیا ترجیح میدی قدرت‌های مرد آهنی یا بتمن رو داشته باشی؟ بتمن کی بود؟ بتمن قدرتش مانی بود. قدرت بتمن همه قدرت بهتره به خود. به درد بخور. آیا ترجیح میدی باهوشترین فرد جهان باشی یا بامزه ترین؟ من باهوشترین. آره. نمکی خودشتا. من باهوش به نظر. یکی هم بپرسم. باهوش کم برم. آره. ترجیح میدی بزرگترین فرزندتو نجات بدی یا کوچکترین فرزندتو از زلزله؟ من کوچکترین فرزندم از زلزله. مجبورم. آره. چون بزرگه دیگه بزرگه. آخه بچگی داشت چقدر بزرگه یه سال سفاس. نه مثلا بزرگ ده کوچوله نمیتونه کاری کنه. هم نمیتونه هم زندگی نکرده هیچی. ولی سوال بدیه. آیا ترجیح میدید OCD داشته باشید یا حمله اضطراب؟ OCD. نه اضطراب خیلی رو اعصابه. اونا سوالاش این مقدار کم بود حجمش. میخوایم یه سوال یه مورد دیگه هم بپرسیم. آخرین چیزی که روی گوشی جستجو کرده چه بوده؟ آدم نی. من فکر کنم یه صفحه ای رو بعد جستجو میکردم برای یه کتابی بود، اون بود. مقاله من بود اصلا. آره اون بود مقاله. بدترین عادتت چیه؟ خیلی با موام برمیرم. آره قشنگی همش اینجوریم. و اینجوری. آره جنوبا. کلی قراره ولاگ بگیریم براتون. ولاگ پس حتما سابسکرایب کنید. لایک هم کنید. اگه
دوست صمیمیت از پسری که دوستش داری خوشش بیاد چیکار میکنی؟ دوستش داری یا پسره رو؟ دوستم نمیدونه که دوستش دارم. میدونه دیگه حتما. من میشه بدونه بعد اونم خوشش بیاد دوباره. پس میریم سوال بعدی. آره اصلا خیلی مسخره. دوست پسر یا دوست دختر دوستت خوشت اومده یا نه؟ نه منم نه. جذاب ترین چیز در مورد مردها از نظر خودت چیه؟ یعنی چی توشون بهمون جذب میشی؟ شخصیت. از نظر ظاهری چی؟ چشم. آفرین. ببین من انقدر برام چشم مهمه. چشم دقیقاً. بعد چشم حالا بعد مثلا بدن آره چیزش. واقعا چشم اون خیلی نگاه ارتباطی دقیقاً داره. اون من خیلی مدل به چشم مثلا زور میزنم. آفرین دقیقاً آره. اون مدل نگاهی که میکنه خیلی برای خیلی. من مهمه. یه چند تا دیگه بپرسیم بعد دیگه تموم شد. اگه میشد پسر بشه چیکار میکردی؟ من همون کاری که همه میکردم من همون کارو میکردم دیگه. همه با وقت چیکار کنم؟ آره. فرقش آدم میشه آره. دیگه. از نظر جذابیت به من از 1 تا 10 چه نمره میدی؟ منم براتون میگم. الان 2. جذابیت بستگی به جمعش داره. بیشتر من هیچ موقع جذاب نبود دلخنک بود. ولی میدونم اگه بخوای 8 و 9. من هم 8 و 9. بخوای همون 8 و 9 آره. در اومد. من مواد مخدر استفاده کردی؟ من هم نه. قیافه‌های پاک. اگه توی جزیره حبس بشی اسم 3 نفری که دوست داری اونجا باشن یا مثلا چه کسایی دوست داری اونجا باشن؟ 3 نفر. اگه حبس بشن مثلا با هم باشن؟ آره 3 نفر با تو جزیره باشن. میتونه مثلا آدم معروفم باشه؟ یکیش هست که نمیتونم بگم. بگو دیگه. حالا بعدا بهتون میدم. بهتون میگم. خب اون یکیش یکم دوستامه. بگو. خب من رو گفت. اما همون که 4 تا بگم. 4 تا. همون که میدونم بود. آره یکیشم تویی. خب. یکیشم تویی، یکیشم اونه، یکیشم اون کسیه که نمیتونم بگم. اون معروفه که نمیتونی بگی. آره. خب یکیشم آره مثلا مامانه. اونم می‌خواستم بگم ببر دیگه. تو پاپت مامان تو رو هم می‌بردم جمع آره 4 تایی. آره. پاپت پاپت آره. پاپت سگسه کوچولوه. پاپت هم 4. بچه‌ها تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این میتونه این ویدیو بخش دومم داشته باشه. آره اگه خوشتون اومد بگید. اگه حالا چیزای با جدیدی کلی چیزای جدید قراره بیان. میایم کلی سابسکرایب و لایک و چیزا هم بکنید که ما هم انرژی بگیریم. کل دوستتون داریم. خدافظ.